بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله و انذر عشیرتک الاقربین و نزدیکترین خویشاوندان خدا را بیمده ای پیامبر. با همین اعلان دعوتی آشکارا شروع شد و پیامبر علیه السلام در خانه خود خویشاوندان نزدیک خود را از بنی هاشم و بنی مطلب جمع کردند که تقریبا عدد آنها 45 نفر بود. وقتی که برای آنها طعام گذاشتند و مردم طعام را خوردند، پیش از اون که پیامبر سخن را شروع کنند، ابولهب درک کرد که پیامبر میخواد اونها رو دعوت کنند، زیرا که ابولهب بین مردم مکه آوازه ها بود که دین نو برآمده از مردم اون رو پیروی میکنند و اما به سبب اون که حالا دعوت آشکار نشده بود و هیچ کسی که آشکار دعوت نمیکرد و به حیات اجتماعی مکه مسلمان ها کاردار نبودند، یعنی هر شخص برای خودش دینش رو مثال پیش میبرد، برای خودش دینداری میکرد، هیچ کی کاردار نبود با اونها. اهل باطل همین خیلی هستن. وقتی که انسان فقط برای خودش دینداری کنه و فقط مسجد شینی و گوشنشینی کنه، هیچ کس کاردار نیست. همین که برای اصلاح جامعه کوشش میکنه، دیگرها رو دعوت میکنه، دیگرها رو از راه بد نگه میدارد، دیگر هجوم بالای او شروع میشد. این چنین ابولهب خست گفت که بس کن، گفت تو گرد از این راحت، گفت تا کی تو این کارو میکنی؟ ما طاقتی به تمام عرب جنگ کردن نداریم. یعنی که این از دیدگاهی قبیله چگی میگفت که آخه ما از جهت قبیله‌ای باید طرفدار تو باشیم و گرچه که در دین تو هم نباشیم، برای اینکه تو به قبیله ما نسبت داده میشی، تو باید اینکه تو منسوب به قبیله ما هستی، ما تو رو باید حمایت کنیم و ما طاقت حمایت تو رو نداریم، بنابراین تو از راحت گرد. پیامبرم دیگر جواب ندادن. یعنی که ببینید از اولین جلسه، اولین نشست، یعنی که برخورد خیلی تند از ابولهب شد. پیامبرم جوابش ندادن. بعد گذشت زمانه باز یک طعام دیگری حاضر کردند و بازم بنی هاشم و بنی مطلب را جمع کردند و بدون اون که کسی صحبت کنند، اول پیامبر علیه السلام دعوت خود را به میان گذاشتند و به چند جمله کوتاه فکر خودشون و اینجوری اساسی عقیده اسلامی را برای آنها بیان کردند. اونجا گفتن که الحمدلله احمده و استعینه و اؤمن به و اتوکل علیه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اما بعد فان الرائد لا يكذب اهله، والله الذي لا اله الا هو اني رسول الله اليكم خاصه والى الناس عامه، انكم لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبون بما تعملون، والله انها الجنة ابدا او النار ابدا. یعنی همین جمله های کوتاه با همین پیامبر عقیده رو به یک بیان مختصری خود با آنها پیشکش کردن. گفتن که ای مردم، شما چه خیلی که خواب میروید همین خیلی میمرید، چه خیلی که بیدار میشوید همین خیلی زنده کرده میشوید و به عملهای کرده خود جاودانه میشوید، یا جنتی ابدی یا دوزخی ابدی. یعنی همین است که پیامبر در اینجا ایمانی به خدای یگانه رو پیشکش کردن، ایمان به نبوت رو و ایمان به روز قیامت رو پیشکش کردن که این سه اساسی است که قرآن همیشه در اطراف همین چیز صحبت میکنه. اما اینجا پیامبر علیه السلام دو نکته اساسی رو چنین پیشکش کردن که نکته اول این است که وحده لا شریک له گفتن، یعنی که ارزش های جامعه مکه رو همگی به صفر بردن. یعنی که ارزش جامعه مکه بینا بر بسیار خدایی بود و بینا بر بت پرستی بود و بینا بر شرک بود. پیامبر اینجا آمدن گفتن که خدای من خدای هست که یگانه هست و شریک ندارد، وحده لا شریک له. و این چنین عباره بعثت الیکم خاصه و الی الناس عامه، یعنی که من پیامبر فرستاده شدم خاص بر شما و به تمام عالمی ها. یعنی اینجا علیه اسلام قالب زمان و قالب مکان و قالب محیط و قالب اقلیم هم را شکست. گفت این دینی هست که برای همه جهانیان است و این چیز مشرکای مکه قبول کرده نمیتونستن. یکمش این که این اونها در بسیار خدایی عادت کرده بودن و این یک ارزش اجتماعی شد برای اونها. دومش این که اونها هیچ قبول نمیکردن که چه خیلی میگفتن که غلام من با من برابر بشه، چه خیلی غلام من میاد با من در یک دسترخوان میشیند، چه خیلی من میتونم که دختر خودم به غلام دهم یا اینکه برای پسرم از کنیزای
از کنیز کلین کنم. یعنی که این چیز برای اونها بسیار چیزی بود که نامفهوم. قرآن هم به این چیز اشاره کرده است که اونها میگفتن که اجعل الالهه الها واحدا، این محمد چه خیلی است که همه خداها رو گرفته از یک خدا کرده است و این چیز اونها قبول کردن نمیتونستن. تا حتی میبینیم که دوستای عزیز بعد از 20 سال آیندهش نظر افکنیم. بیاید 20 سال آینده بوجدون که با مسلمان ها خیلی گویم که رفت و آمد شده، با مسلمان ها خیلی احتکاک داشتند و هر روز برخورد داشتند، باید اونها کم کم درباره برابر حقوقی و درباره حق مثلا غلام مثلا یا هم انسان است و یا هم آدم است و یا هم فرزند آدم است. بعد از 20 سال میبینیم که بعد از اون که فتح مکه شد، بلال ابن ابی رباح برآمد بالای کعبه از آن گفت. وقتی که بلال از آن گفت، جویریه دختر ابولهب گفت خیرکم مسلمان. گفتیم مسلمان شد. شاید که بعد از چند ساعت مسلمان شویش هستین. وقتی فتح مکه شد مردم مسلمان شدن. گفت دختر ابوجهل گفت خیرکم مسلمان شو. گفتیم مسلمان شدیم. خیر نماز خون. گفت خیر نماز میخونیم. بله، لیکن هیچگاه اونایی که پدرم کشته من اونها رو دوست نخواهم داشت. بعد بین باز همون چیزی قبیله‌چگیش بالا گرفت و گفت همین چیزی که به محمد آمده بود به پدری منم آمده بود، لیکن پدری من فقط به خاطر اون که علیه قبیله خودش نرود از این چیز دست کشید. این سخنی دختر ابوجهل وقتی که شنید که بلال ابن ابی رباح از آن میگفت. بعد از آن خالد ابن اسید گفت که الحمدلله، خدا رو شکر که پدرم همین روزا رو ندیده مرد. یعنی ببینید تو چه درجه انسان ها که قبیله چی بدند و تو چه درجه بنده غلام آدم حساب نمیکردن. لیکن اسلام اومد از اولین روز، ما در حلقه گذشته گفتیم که اولین روز پیامبر گفتن که همراه من یک آزاد است و یک غلام است. اسلام دین همه هست، دین همه این طبقه ها هست. اسلام زمان و مکان ندارد، برای همه هست، برای همه زمان است. حکیم بن عاص گفت این چه خیلی است که گفت یک غلام بنی جمح آمده است امروز بالای کعبه بالا شده است. اینچنین حارث بن هشام گفت ای من کاش میمردم و این روز نمیدیدم. نخواد یه سیاه براید و بالای کعبه وعظ کند. یعنی کلمه نهیق استفاده بود که این بسیارتر با که صدای خر تشبیه داد صدای بلال. اما بر انصافترین آنها سهیل ابن عمرو بود. سهیل ابن عمرو گفت که اگر گفت همین دیناشو دینی دروغ باشه، خدا اخوانی خودش اینا رو دور میکنه. اگر دین حق باشه در اینجا قرار میگیرد و وسعت مییابد. ببینید برادر، این بعد از 20 سال این گویم که درباره برابر حقوقی غلام و انسان آزاد اینا تا حالا در وجودشون، یعنی که در دلهاشون این ریشه افکنده بود و الحمدلله با گذشت سالها این چیز معالجه شد و جامعه مکه از این چیز رها یافت. خب برای چی از خشتبار شروع کردن؟ اگر همین قصه که از ما گفتیم در تفسیر آیتی و انذر عشیرتک الاقربین که در دلایل بیهقی آمده است، اینجا میگن که سبب این است که خویشاوندان اصلا به خویش خود محبت دارند و گویم که قبیله چگی بین آنها زیاد است و میکشد به طرف آن رگاشون. یک دومش که انسان اصلا از خودش مسئول است، در نزد خودش مسئول است. دوم از خشتبار خودش مسئول است، پرسیده می شود. بعد از آن از محلش و بعد از آن از شهرش و از ولایتش و از دیگر و دیگر. اگر نزدیکان پیامبر علیه السلام با پیامبر ایمان می‌آوردند، این برای استوار نمودن ریشه های دعوت و گویم که عمیق‌تر نمودن ریشه های دعوت خیلی کمک میکرد. نمونه دو پیامبر رو میگم، لوط علیه السلام و شعیب علیه السلام. لوط علیه السلام وقتی که قومش بالای خونه‌اش هجوم آوردن گفت لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید. کاش که من قوتی می‌داشتم که از خودم دفاع می‌کردم، یک رکن شدید میشد که من به اون التجا می‌کردم. پیامبر علیه السلام گفتن که لوط به یک رکن بزرگ تکیه کرده بود که الله تعالی هست. بعد پیامبر علیه السلام اضافه کرده گفتن که لوط بعد از لوط خدا پیامبر نفرستاد مگر اینکه توسط عشیره و خویشاوندان خودش حمایت دیدند. و برای مثال شعیب علیه السلام است. وقتی که شعیب علیه السلام را خواستن که نابود کنند و سنگباران کنند، گفتن که ولولا رحتک لرجمناک، اگر همین خشتبارت نمیشد، این قبیله بزرگی که تو رو حمایت میکرد نمیشد، ما تو رو سنگسار میکردیم یا ما تو رو کایها سنگسار میکردیم و نابود میکردیم. بنابراین بعد از این الله تعالی بعد از لوط علیه السلام برای هر پیامبری از قومش حمایتگران
که قومش را حمایتگری او قرار داد. چونکه این نه برای اون که پیامبر ایمان آورده بودن بعضیاشون، فقط به خاطر قبیله‌شگی پیامبر حمایت میکردن. خلاصه در این نشست بعد از اون که پیامبر فکرشون بیان کردن، اینجا دو موضع‌گیری عجیب شد، یکی ابو طالب و یکی ابو لهب. بعد از این صحبت ابو طالب خیست و گفت که ای محمد، به هر چی امر شدی پیش رو، من از تو دفاع میکنم، من از تو حمایت میکنم. و سردار قبیله بنی هاشم که بود گفت من بنی هاشم رو نیز همراه خود میبرم تا اینکه از تو دفاع کنن، گرچنده که ایمانی به پیامبر نداشت. ابو طالب ایمان نآورد و در آخر یک جمله عجیبه گفت که من گفت خوشم نمی آید از اینکه دینی پدرم ابو عبدالمطلب را ترک کنم. یعنی ابو طالب دینی پیامبر را قبول نکرد، لیکن از پیامبر فقط برای خاطر اون که جیانش بود، فقط برای اون که هم قبیله بود، فقط برای گویم که ارزش های قبیلوی رو از دست ندادن دفاع کرد. و الا یکان گویم که چیزی ایمانی نداشت ابو طالب. اما ابو لهب باشد، ما گفتیم که ابو لهب چه خیلی برخورد تنده علیه پیامبر صلی الله علیه و سلام کرد. از این نشست با خلاصه می آییم که پیامبر علیه السلام دو تکیهگاه یافتند. یک تکیهگاهشون همون مسلمان هایی که تقریبا 60 نفر بودند و در دوام 3 سال آنها را تربیت کردند، ایمان و صبر و تحمل و شکیبایی را برای آنها آموختند که در مرحله آینده در بعد از آشکار شدن برای پیامبر آنها تکیهگاه میشوند و پیامبر برای آنها. دومش قبیلهشون بنی هاشم و بنی مطلب، چون که اینجا ابو طالب پیشوای قبیله بنی هاشم و مطلب که حمایتی به محدودی خود را به پیامبر علیه السلام پیشکش کرد. خلاصه این بود ترتیب دوم برادرای عزیز. گفتم ترتیب اولین نبوت بود، ترتیب دوم این دعوت خویشاوندان نزدیک بود. ما اینجا برای شما یک گوشه از این قصه را آوردیم و بعضی که حکمت ها را از آن بیان کردیم و امیدوارم که شما از این قصه فایده گرفته باشید و خداوند متعال ما را مورد عنایت خودش قرار دهد و تا حلقه آینده شما را به حفظ خداوند میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.